خب این هفته آقای احمدی نژاد کار و زندگیشو ول کرد و شروع کرد برای پارازیت کار کردن، تا این حد که امروز فرداست که اسمشو توی تیتراژ برنامه ببینید و کم کم باید براش فیش حقوقی صادر کنیم از اینجا، چون به تنهایی داره یه برنامه طنز تلویزیونی میسازه. آدم با استعدادی البته در این زمینه و ما از حضورش در این برنامه استقبال میکنیم، هم من هم سامان. این شما و این دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران. بی‌ادبانه واژه تنبیه به کار میبرد. یا ما میخوام تنبیه کنیم. شما عذر میخوام چی هستی؟ کی هستی؟ شما چی هستید؟ کی هستید؟ یه ذره دیگه رو بدی شلوارشو کم کم در میاره موقع سخنرانی. آقای احمدی نژاد، اینا که شما میگی حرف زشته برادر من. اینا بهش میگن حرف زشت. این اسمش از حرف زشت. به بچه میگن حرف زشت نزن، نمیزنه. این دیگه ربطی به ما مزدور آمریکا هستیم داریم بر صدا آمریکا کار میکنیم و تو وطن پرست و رئیس جمهور امام زمان نداره. حرف زشت زشته، چه بچه بزنه چه رئیس جمهور. یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممه رو لولو برد. من موسوی چیا کار ندارم، ولی شما واقعا به این آدم رأی دادین بشه رئیس جمهور ایران؟ شما که با احمدی نژاد رأی دادین، با شما واقعا این آدم که به سران کشورهای دیگه میگه ممه رو لولو برد، نماینده شماست. میگه بابا اون ممه رو لولو برد. اگه هست که خب هست دیگه، ولی خدا وکیل بین من و خودت، من به هیچکی هم نمیگم، هیچکی نمیگم. این آدم واقعا کسیه که شما سینتو سپر میکنی میگی رئیس جمهورمه. من هیچی نمیگم، ولی ایشون حتی نمیدونه انگلیس تو اروپاست. ما گفته باشیم. شما ببینید این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا. انگلیس تو غرب آفریقاست؟ بعد ایران کجای آمریکا جنوبیه؟ دکتر شما جغرافی رو تک ماده زدی. حالا ما میخندیم به این داستانا، ولی اشتباهات اینجوری در حد ریاست جمهوری. آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا 4 تا؟ انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. کف میزنین براش؟ آقا حرف که مالیات نداره. همین 4 تا قطعنامه کمر ملت تا چند سال دیگه میشکنه. 4000 تا که بماند. بعد شما نشستین کف میزنین. باریکالله یه کاری کرد، قطعنامه علیه ما صادر کردن. باریکالله. ترقه بود بابا، راحت بود. صندلیو چرا پرت میکنی؟ چی بود این؟ یا ترقه بود یا کامران. اوکی؟ آره بابا. چی بود این؟ الان همه پلیس زنگ میزنن. قیش اینو. این اسرائیلیا همش بخوام منو بکشن نمیتونن. صهیونیستا. او دود من خودم این بالا میندازم پایین، بعد تو میای اینجا میگی اون قسمت رو در میاری. یعنی چی در میاریم؟ سین dying here. There's a bomb. عرقتو پاک کن. تمام. این رژیم صهیونیستی در بین ملت‌های منطقه هیچ جایی ندارد و این بازی‌ها او را نجات نخواهد داد. بهترین راه حل فلسطین این است. این بساطی که خودتون پهن کردید خودتون جمع کنید ببرید. این صهیونیستا اگر خیلی دارن مال شما بیخ ریش صاحبش. خب ما حرفی در این زمینه نمیزنیم، چون این اسرائیلیا دقیقاً دقایقی پیش به ما حمله کردن اینجا. ولی آقای احمدی نژاد از مجاری دیپلماتیک و خیلی اصولی طبق پروتکل‌های روابط بین الملل از کشور آمریکا درخواست گفتگو کردند. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است.
شما که الان این همه مردی آقای احمدی نژاد، اوباما رو ول کن، اون اگه می‌خواست با تو حرف بزنه جواب یکی از 300 تا نامه‌ای رو که براش فرستادی رو میداد. خودت میتونی مثل یه مرد بشینی با موسوی 2 دقیقه حرف بزنی؟ حالا اوباما رو ول کن. وجدانم میتونی؟ روزنامه‌نگارای زندانی چی؟ حاضری مناظره کنی باشون، حرف بزنی؟ مادر سهراب چی آقای احمدی نژاد؟ حاضری مرد و مردونه با مادر سهراب مناظره کنی تو تلویزیون؟ سید امشب روی صندلی پارازیتی ما مسیح علی نژاد نشسته. خانم علی نژاد که اکنون خارج زندگی میکنه، زمانی در ایران خبرنگار پارلمانی بود که به علت افشاگری هایی که کرد از مجلس اخراج شد. خب شخصیت خوب هفته محمد علی ابطحی معرفی میشه که هرچند 1 سال پیش هم ما اعترافاتش رو باور نکردیم و اصولا ما پارازیتی ها اینجا اعترافات هیچکی رو باور نمی کنیم، اما بعد از 1 سال و این همه فشار و زندان و بگیر و ببند و اینا، تو فیسبوکش نوشت که از روز قبلش تمرین کرده بودند. محمد علی ابطحی به دلیل آنچه در فرهنگ عامه ایران زمین به عنوان آپدیت کردن استاتوس فیسبوک با حرف حق معروفه، به عنوان شخصیت خوب هفته معرفی میشه. و اما شخصیت بد هفته همه ایرانیان خارج نشینی که دعوت احمدی نژاد رو قبول کردن و به همایشی رفتن که معلوم نبود هدفش چیه. همه شما که با وجود اینکه تحت فشار نبودید ولی ترجیح دادید خودتون رو با 8 تا سفر استانی مجانی بفروشید و رفتید و هذیانات آقای دکتر رو در باب لولو و ممه به گوش جان سپردید. من جمله این آقا باید رئیس جمهور مملکت ما بدونه، رهبر ما بدونه، درست 8 ماه پیش یک قرارداد 8,5 میلیون در یکی از معتبرترین بانک‌های اروپا داشت بسته میشد. منم که یک وسیله‌ای هستم داشتم اون امضا میکردم. خدا شاهده میتونم اون جلسه رو چیزشو نوشتم چون 3 نفر دوای بودن. کوچکترین توهینی که به این عزیز کردن، خدا شاهده اون قرارداد امضا نکردم. به شرف انسانی اون قرارداد امضا نکردم. یکی به خامنه‌ای چپ چپ نگاه کرد، شما قرارداد $1,000,000 رو امضا نکردید. ما باور کردیم. بعد شما چرا ایران زندگی نمی‌کنی برادر من و در بلاد کفر هستی، جایی که ملت دائما دارن به رهبرت برای جنایاتی که میکنه بعد بیراه میگن؟ اذیت نکن خودتو بابا جون، برگرد ایران. الان که این سخنرانی چیزو کردی و کلی تحویل میگیرن از این بعد. در ضمن خانم ها آقایان بدانید که علیرضا عصار هم برای احمدی نژاد اینا خون تو همون مجلس. شخصیت بد هفته پارازیت همه وطن فروشانی که رفتند به این همایش نمیدونم چیک. و ما شخصیت زشت این هفته بدون برو برگرد، راه نداره، اصرارم نکنید اصلا، یعنی قربونت برم چاکرتون، اصلا صحبتش نکن. محمود احمدی نژاد به دلیل ترویج فرهنگ دروغ، شارلاتان بازی، دو دوزه بازی، یکی به نل یکی به میخ زدن، بی تربیتی در ملأ عام، ترقه ترکوندن در همدان، تجدید در درس جغرافیا، بی‌ادبی در سخنرانی ها و از همه مهمتر به دلیل آنچه در فرهنگ عامی ایران زمین به عنوان خر تصور کردن تمامی سیاستمدارهای جهان غیر از خودش و مشایی البته به عنوان شخصیت زشت هفته معرفی میشه و پارازیت از همینجا اعلام میکنه پدرها، مادرها، پدر بزرگا، آدمایی که مسئولیت میپذیرین به سلامت اجتماعتون، مهمه براتون سلامت اجتماع براتون، بچه هاتون رو از جلوی تلویزیون دور کنین. وقتی آقای احمدی نژاد سخنرانی میکنه اینو من جدی گفتم، امکان داره یه چیزی از دهنش همینجوری بپره، خر بیار باقالی وار کن. شخصیت زشت هفته محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری گروهی در ایران، نه همه، گروهی، همه این همه هست، گروهی